السلام علیکم تماشابینان گرامی، برادران و خواهران ارجمند. روز گذشته یک نوار کوتاه عاید کار و فعالیت و دهقانی حاجی بابا گذاشته بودیم. بسیار برادران و تماشابینان خواهش کردند که نوار پوره گرفته باشیم، درباره باغ، درباره حاجی بابا معلومات داده باشیم. امروز آمدیم به سر زمین تا یک مصاحبه خوب، یک سوال‌هایی که تماشابینان پیشنهاد کرده باشم به حاجی بابا داده باشیم. السلام علیکم حاجی بابا. و علیکم السلام. سلام. شکر الحمدلله. دوستان عزیز، سوال یکمی تماشابینان خیلی بود. اولا زمینی شما در کجای اسفره واقع است؟ یعنی سوال هم تو اگر توغ گیرید سوال خطا یکمش، چون زمین خداوند تبارک و تعالی، زمین آدمیزاد، ملت، یک دولت تلاش کردن است کنه. همین زمین خداوند مهرش دادگی. اگه مسئله مهر بگیرید دیگر یکم جا مهر محبتی خداوند تبارک و تعالی میستد. دومین جا مهر محبتی یعنی طبیعت. سومین مهر محبتی کسب حلال. چهارمین مهر محبتی مادر پدر. انا همین دیگه مهر محبت نیست این دنیا با چون دیگه چه کافته واشو احمق شو نگرفته. انا همین نشانه یک مهر خداوند قلب دادگیش که انا همین زمین 4-6 سال پیش همین خیلی شوی خارزار بود. من الحمدلله از روسیه، از مسکو، از پولش و گرمانی همه جا من تک پیوندهای دیگر چیزا همه چیزهای نویگری آورده من اینجا شنونده پرورش کردیم. خدا به شکر الحمدلله سلامتی ما خدا نگاه دارد. سلامتی ها از بسیار تک پیوندهای برای درخت های پکنه، یعنی حاضر چهارمغز هم تک پیوند هست، سیب تک پیوند هست، شفتالو تک پیوند هست، زردالو تک پیوند، همه جدا اون پیوند ها همه تو تک پیوند تو کردی. حاضر این سال سیب ها کوچاتی تیار شد، من شفتالو ها تیار شد، من زردالو ها 10,000 بیخ تیار و دیگر این چیزها اگر من میگم مگر لینتاتون نمیبرد. جان میشه جان میشه. سلامت باشید. سلام. طول چند سال است که با باغداری و دهقانی مشغول هستید؟ من خودم آدمی تکنیکی آدم، یعنی کسب و کار من تماما دیگه. لیکن همین مهر زمین که 44 سال خانه اتجانده زندگی میکنم سکسیانده، همین مهر محبت خدا دادگی هیچ من نمیمانده شدم. من 6 سال باز انا همینجا انا همه خدا موفقیت با نایل شدیم الحمدلله. از همین زمین ها غیر از قلفینه با دیگر حاصل میگیرید؟ البته حاضر بغیر از قلفینه من سیب های تیار، سیب 5 نمود پکنه، 6 نمود نیم پکنه کوچاتای تیار هست، شفتالو 7 نمود پکنه شفتالو ها تیار هست. از زردالو ها 10,000 بیخ زردالو تیار میشد ماه نوامبر و سارت های اهم بهترینی که بهتری. و بغیر از این همه نویگری هایی که کجای که نمیشد آوردم من اینجا. مثلا من همین یکتا آلو منه دیدین سال گذشته کوچا من سال گذشته کوچا یک سال همون قدر حاصل داشت. بهترین اکنون از ما طلب چی؟ هر یک باید دهقان یکم مهر محبتی زمین داشته باشد، مهر و محبتی کسب حلال خودش داشته باشد. خداوند تبارک و تعالی همه وقت رزق و روزش وسیع میگرداند، عمرش به برکات میدهد. این حق است. من یک چند تماشابینان سوال دادن از شهر اسفره، گفتن که رقم های تلفنتان را گذارید، سراغ عمیق را نویسید تا ما از سر زمین رفتن قلفینه گیریم و بازار نخریم. همین سوال به شما از بازار آمده همین میزاجان خریده میروند یا اینکه خود همین گرد و اطراف محصولات خود را به کجا به فروش میبرند، یا اینکه به خارج کشور یا اینکه به ولایت یا اینکه به خود شهر اسفره؟ الحمدلله خدا به شکر که انا همین قلفینه هایی که منبع هست
یگان خیل نمودی زهرهای شیمیایی یا نوریهای کیمیایی ندارد. همش همه موافقی رساله حلال. این یک. دویمه وقتی که ینگ مراتبه همین کلفینه مخورن ممکن این کبوتش هم شیرین واسه همه همینجا بیان. قریب که من بازار نمورم. بهترین قریب که بازار نمورم. دوستان عزیز، من رقم های تلفن حاجی بابا رو زیر کامنتر زیر شهر میگذارم. شما زنگ زنید سراغ همین اسفر شهر، اسفر مرکز شهر، اسفر نزدی مزار شنقه است. دوستان عزیز، باز سوال ها باشد خودی حاجی بابا با زنگ زده میپرسید. مثلا اگر نفهای زردالو در کار شود سال آینده بیان که نفهای سیب حاجی بابا خودشان پیوند میکنن، خودشان پیوند کرده الکت آماده کرده ایستادن برای سال گذشته. شما میتوانید که آماده از سر زمین انتخاب کرده گرفته روید، یا اینکه این سال آمده با چشم خود حاصلای ببینید و این سال گرفته با 100 کفالت برده به زمین خود کارید و یک حاصل فراوان و خوبی را در آینده گرفته باشید. باقی تنسیت و خانه آباد باشید. تماشاچیان گرامی، من خواست شما را اجرا کردیم. تنسیت حاجی بابا همیشه سلامت باشن، مثل همین روزها همیشه خندان خورسند خوبشان اما هم که شمای شهر نورانده جوانایی هستن و خدا ما هم بخیر قوت دهد. یک تا دعا خیلی حالی کس کارو کنید که خدا برکت عطا کنه. الله رحمت سلام رسید. استوبان کنم جای دعوان نیه الله یا جای گنجینگی نیه اینجا. همین دیگه وقتی جای اینجا راست گیر تو تعارف بودم کو mana qulfinay mana این qulfinay mana mana qulfinay kiroy qulfinay ha این نفعی خبره مگود هم تو محلگیش به نامش بطنیцки название гигантелла. Она میخواد نفعه اینجا همش پیش از اون میگم چند خوریتان نباشه خوریتان سلام علیکم. و علیکم السلام. هنیه تو راستی مرا زریعت دیدی من دیدم که زریعت کا انچه حاصل کرده است. دیگه وقت قلبینه خود رفتم ما این سر قریب دعوی می‌بینید چندم جای گیتیم چهارم جای گیتیم ما. نیه. این سر تبریک نباشه تبریک. اما تو با میتونی به سلام نازش کنم. من اکل نوار گیریم. بیا حتی تلفن بسن. من همینجا حاضر اینجا بینده این مسئله ها کبا شخ کن. اوه کلام بودسا؟ خوری چی؟ لونجانده زیر لونجانده. Gazet ki? Mark işlem yine ama. Gazetçi? اینیشه یه سونش پاتوید. اینترفیرو پاتوید. Aa. Gazete. Gel. Hadi ki gazetçi. Mazik bir ramdaki yine geliyor. من بیا احمد جان ها کیسه به نمانید ویا خورید ویا گاز چکتا گیر ویا